میپرسند که آقای عطا محمد نور چرا از احمد مسعود که در برابر طالبان قاطعانه ایستاد شده قاطعانه حمایت نمیکنه؟ احمد جان مسعود برادرزاده ما است، دو چشم ما است، فرزند یگانه قهرمان ملی است، دوستش داریم. اگر هر قدر روش بکنه ما برش افتخار میکنیم. شما میدونید که ما همیشه پنجشیر سرزمین حماسه گفتیم، پنجشیر نگین جهاد مقاومت گفتیم. و احمد جان عزیزی ما دائم مشوره داریم، حالی هم تماسای خود داریم، فکر ما یکی است. اما بعضی برنامه‌ای که میفهمم به خیر مردم ما نیست، تنها یک تبلیغات فیسبوکی میشه، یک تبلیغات مطبوعاتی میشه و اون طرف مردم ما صدها و هزاران نفر قربانی میشه. ما نباید از خرد ما چنین قضاوت بکنم. ما قربانی خود به حد اقل برسانیم، در برابرش دستاورد ما به مراتب بالاتر بوده باشه. اگر ما بگوییم که ما آماده هستیم قربانی میکنیم، خدا به خاطر کشور و ملت خدا آماده این قربانی شیم، بدلش چی؟ نتیجه چی؟ ما که قربانی مبارزه میکنیم و قربانی آماده میشیم، 10 برابر قربانی خود باید ما دستاورد داشته باشیم، 10 برابر قربانی خود باید دشمن بکشیم، جغرافیا بگیریم. ما امروز یک قضیه نذاریم تبلیغات مطبوعاتی رو بگذاریم، تبلیغات مجازی رو بگذاریم، یک خبری راست نشر نمیشه. اونجا برادر غریب بیچاره در پنجشیر تباه میشه، برادر غریب بیچاره در خوست و فرنگ در بلخاب اونجا تباه شدن، اینجا در اندرابها تخار قیام میکنن، مبارزه میکنن، مردانگی میکنن. هیچ یکی از بچهای ماها نیست در کنارشان از داخل جغرافیا دستور نمیدیم. اراضی